دوستان عزیزم سلام، امیدوارم که حال همگیتون خوب باشه. من مهرداد نادری هستم و امشب میخوام یه ویدیوی خیلی مهمی رو براتون ضبط کنم. راستش حالا این ویدیو که راجع به اینه که ما چی کار باید بکنیم تو ایران که عقب افتادگی هامون رو بتونیم با هوش مصنوعی جبران کنیم. این تیتر موضوعه. اولا من عذرخواهی میکنم ازتون، احتمالاً از صفحه بعدی این اسلاید ویدیوی خودم رو قطع بکنم به دلیل اینکه من توی هتل هستم و خیلی فضا و نور و اینا اصلا فکر کنم جالب نیست. تنها کاری که تونستم بکنم اینه که چون من دائما مأموریت‌های کاری هستم و توی مأموریت‌های کاری که در واقع میام معمولاً تایم‌های طولانی میمونم و خیلی نمیتونم راحت مثلا ویدیو ضبط کنم. ولی از اونجایی که میخواستم خیلی به سرعت ویدیوهای کلاسایی که دارم برگزار میکنم رو ضبط بکنم و این ویدیو رو هم میخواستم حتما ضبط بکنم، امشب رفتم خیلی سریع یه دونه میکروفون خریدم که تستش هم گرفتم، دیدم بد نیست. یعنی حالا شاید کیفیت صدای استودیویی که من تو فضای استودیویی توی تهران دارم رو نتونه ایجاد بکنه، ولی به هر حال الان دیگه یه جوری شده تقریبا مثلا من 7-8 ماه در سال رو که نیستم ویدیو نمیشه تولید کرد. بعضا حتی مثلا تعداد ماه‌های بیشتری پیرار سال که خب فکر کنم نزدیک 10 ماه شد و نمیخوام اینجوری بشه. یعنی الان دارم به سرعت من ویدیوهای آموزشی رو ضبط میکنم، این ویدیو هم همینطور. حالا بهم فیدبک بدید، چون ویدیوی قبلی رو که ضبط کردم باز توی سفر دیگه بودم، یه کشور دیگه بودم و بچه‌ها به من گفتن که صدا خیلی ضعیفه. حالا الان که فکر میکنم صدا بهتر شده باشه، ولی ممنون میشم فیدبک هم بدین. و همونطور که فکر کنم تو اینستاگرام گفتم خدمتتون، من الان در عمان هستم و حالا اصلا دلیل اینکه این ویدیو رو دارم ضبط میکنم هم همینه، چون الان برای چندمین بار، خب میدونید من یکی از کشورهایی که خیلی برای مشاوره و تدریس میام عمان هست و کلا خب کشورهای عربی که تو سالهای اخیر خیلی زیاد در واقع حضور داشتم، تقریبا همه اون اصل کاریا و باهاشون کار کردم. حالا با عمانی ها کار کردم، اماراتی ها، بحرینی ها، قطر، کویت، عربستان، اردن. حالا جدای از این که شماها از سال 2019 میدونید که من با اروپایی ها کار میکردم، الان چند سالیه که خیلی اقبال زیادی از سوی در واقع این کشورها هم بوده و در کنار الان بیشتر مثلا با این کشورهای عربی دارم کار میکنم و امریکای شمالی و حوزه کاریم هم که خب میدونید دیگه، من مشاوره و تدریس هوش مصنوعی عمدتاً دیتا ساینس و هوش مصنوعی. الانم برای همین اینجام. یعنی خب من چندمین باره که دارم با وزارت دفاع عمان کار میکنم و هر سری هم که اومدم یا تو حوزه دیتا ساینس بود و یا در حوزه ای آی و کلا تک استراتژی بود، یعنی استراتژی های هوش مصنوعی. با رده های مختلفشون هم کار کردم، با گروه های مختلف گپ زدم. خب ما معمولا وقتی میایم، من خیلی فشرده میام و خیلی هم فشرده کار میکنم، تا ساعت زیادی کار میکنم که بتونم زودتر به سراغ در واقع فعالیت بعدیم برم. و خب یه تایمایی هم ما معمولا با دوستان هستیم، یعنی وعده‌های غذایی رو هم معمولا با هم دیگه میخوریم و گپ میزنیم در طول اون تایم. یه موضوع بحث امروز صبحانه ما بود که من خیلی وقت بود تو فکرش بودم، ولی منو مجاب کرد که بیام و یه ویدیو به فارسی درست کنم، به دلیل اینکه اینا از من پرسیدن که فلانی، به نظر تو ما که کشورمون حالا مثلا یه مقدار عقب‌تر از کشورهای دیگه است، خب به معنای واقعی عمانی ها این رو پذیرفتن که حتی بین اعراب توی بحث‌های تک، توی مؤلفه های مختلف شاید از بسیاری از کشورهای همسایه‌شون کمی عقب‌تر افتادن و الان هم ویژن‌های خیلی خوبی دارن. یعنی
یه ویژن 2040 دارن که خب خیلی جالبه، نمیخوام راجع به اینا صحبت کنم، ولی دغدغه‌شون این بود که ما چیکار کنیم که این عقب افتادگی رو به نظر تو بتونیم سریعتر جبران کنیم. این یه لحظه پیوند خورد تو ذهنم. حالا داشتم باشون بحث میکردم و در طول روزم یه سری از دیتاهایی که جمع آوری کرده بودم و اون در واقع کارهایی که کرده بودم رو داشتم جمع و جور میکردم که یه پاسخ درست حسابی بهشون بدم و به خاطر همینم فکر میکنم که از من خواستن تو هفته‌های پیش رو مجدد بیام و راجع به این باهاشون صحبت بکنم. ولی داشتم فکر میکردم که این جواب اگه بخوایم به کشور خودمون بدیم، مخصوصا جدیداً دیدم تو وب فارسی خیلی دارن با هیجان و این هایپه میگن که آره ما الان دیگه وقتشه کامبک بزنیم، AI الان همه کشورها رو در یک شرایط مساوی قرار داده و ما الان بیایم و برگردیم و بترکونیم، خودمون رو برسونیم به دنیا. یکم میخوام ببینم آیا به لحاظ علمی از منظر در واقع تحقیقات انجام شده و واقع بینانه چقدر این حرف اصلا شدنیه، داستان از چه قراره. و دلم میخواست که قبل از اینکه بخوام به ملیت‌های دیگه توصیه هایی داشته باشم، اول از همه به زبان فارسی به ملیت خودمون یه سری توصیه ها داشته باشم و امیدوار باشم که این حرفا به گوش یک سری آدمایی که میتونن تاثیرگذار باشن برسه. اگر هم نرسید حداقل تونستیم یک آگاهی رو ایجاد بکنیم و شاید این آگاهی جمعی ما بتونه کمکی بکنه. من امشب میخوام درباره این پنجره حرف بزنم، این پنجره فرصتی که خیلی‌ها دارن ازش صحبت میکنن. من الان میگم تو یوتیوب، توی توییتر بارها دیدم که یه سری افراد که حالا مدیران هستن یا پادکستی ضبط میکنن یا حالا توی حوزه‌های دیگه دارن فعالیت میکنن ولی راجع به AI نظر میدن، دیدم که خیلی دارن راجع به این پنجره فرصت صحبت میکنن. پنجره‌ای که خیلی‌ها فکر میکنن برای کشوری مثل ما باز شده و خیلی زود هم بسته میشه. ولی بذارید یکم واقع بینانه حرف بزنیم دیگه، بریم جلو ببینیم مثلا داستان از چه قراره. بذارید با یک سوء تفاهم رایج شروع بکنم. ما تا میگیم رقابت جهانی هوش مصنوعی، خیلی از ذهن‌ها میره سراغ همین چند خبر همیشگی که چه کسی مثلا بزرگترین مدل هوش مصنوعی رو ساخت، مدل زبانی رو ساخت، این LLM هایی که لارج لنگویج مدل هستن، مدل های زبانی بزرگ اصطلاحاً، یا مثلا کی چند میلیارد دلار خرج خرید پردازنده کرده، کدوم کشور شرکت تریلیون دلاری داره، مثلا یه همچین بحثایی مطرح میشه. خب اینا واقعی هن، اما تمام ماجرا نیستن. یعنی برای بیشتر کشورها اصلا اینا مؤلفه های اصلی نیست. یعنی سوال اصلی این نیستش که مثلا برای اکثر کشورها، یعنی اروپایی ها رو شما نگاه کنید، اعراب رو خب من خیلی دارم باشون کار میکنم و دقیقاً هم دارم تو همین زمینه باشون کار میکنم. اکثر صحبت ها و مشاوره ها من فقط پارسال به غیر از وزارتخونه های اصلی به 31 سازمان و در واقع حالا مراکز تولید و مجموعه های عربی مشورت دادم در همین زمینه و میدونم که اونا هم اینجوری نگاه نمیکنن، یکم دارن واقع بینانه نگاه میکنن قضیه رو. از قضا شما میبینید که اعراب هم که در همسایگی ما هستند خیلی هوشمندانه سراغ این داستان رفتن. حتی من معتقدم یکم هوشمندانه تر از اروپایی سراغ این ماجرا رفتن. پس برای بیشتر کشورها سوال اصلی این نیستش که آیا فردا جای آمریکا و چین رو میگیرن یا نه. سوال واقعی اینه که آیا میتونیم همین هوش مصنوعی موجود رو سریعتر و عمیق‌تر وارد ابعاد مختلف نیازهای دولتمون بکنیم؟ آیا توی مسئله آموزش، تو مسئله سلامت، تو مسئله صنعت، تو مسئله خود دولت میتونیم این رو سریعتر و عمیق‌تر وارد کنیم؟ پاسخ خیلی روشنه. یعنی
جواب این سوال برای همه گروه ها بله هست. اصلا اون فعالیت هایی که ابتدای عرایزم راجع بهش صحبت کردم مال یه سری از کشورها نیست. جلوتر توضیح میدم خدمتون چرا. خب یه پنجره استثنایی باز شده، اما این پنجره خود به خود نمیتونه عقب موندگی رو جبران بکنه، چون هوش مصنوعی همزمان داره 2 تا کار انجام میده. من حالا یه سری آمارها و اعداد و نکات رو خدمتتون خواهم گفت. پایین اسلایدام هم برای همشون رفرنسش رو گذاشتم. سعی کردم از رفرنس های معتبر استفاده بکنم که عرایزم خیلی دقیق باشه. عرض کردم که هوش مصنوعی همزمان 2 تا کار میکنه. از یه طرف هزینه دسترسی به قابلیت‌های پیشرفته رو به شدت پایین میاره، مثل همین چیزی که الان داریم میبینیم. از یه طرف دیگه به کشورهایی که بهتر عمل میکنن یه سرعتی میده تا بتونن از بقیه جلو بزنن. پس ابتدای کار فقط میخوام یک نکته خیلی مهمی رو بهش تاکید کنم، این که ما نمیخوایم راجع به این موضوع خیلی خوشبینانه و ساده صحبت کنیم. میخوایم با داده و منطق نشون بدیم که چرا این فرصت واقعیه و چرا خطر جا موندن ازش هم به همون اندازه واقعیه و یک کشور دقیقاً باید چی بسازه تا از مصرف کننده ابزار به صاحب توانمندی تبدیل بشه. در واقع حرف نهاییم رو دارم همین ابتدا میگم. پنجره بازه ولی زمان برای هیچکی صبر نمیکنه. بیاید از همون جایی شروع کنیم که بیشترین سوء تفاهم هست، از اون رقابته. یعنی ما باید بریم کجای بازی بشینیم. من میخوام راجع به این مفصل باهاتون صحبت بکنم. خب حالا به نظرم خیلی هم تا اینجا نور بد نبوده، بذارید همینجا ویدیو بمونه. هر جا دیدم که روی اسلاید داره میفته و اذیت داره میکنه دیگه حذفش میکنم. ببینید، برای اینکه این فرصت رو درست ببینیم اول باید رقابت هوش مصنوعی رو به 3 تا مسابقه جدا بشکنیم. مسابقه اول چیه؟ ساخت مدلایی که توی مرز تکنولوژی و علم و دانش دارن حرکت میکنن. خب اینجا وقتی ما صحبت میکنیم سرمایه عظیم نیازه، پردازنده، برق، داده، تیمای پژوهشی درجه 1، اینا حرف اول رو میزنن. لذا مثلا فرض کنید ایجاد یک ساختاری مثل اون ساختاری که شرکت اوپن ای آی یا انتروپیک داره ایجاد میکنه کار ساده ای نیست. اینکه ما بیایم مثل خیلی از دفعات گذشته به اشتباه بگیم که ما هم میخوایم بیایم یه دونه اوپن ای آی ایرانی بزنیم، نمیدونم یک کلاد فارسی بزنیم، این شاید واقعا منطقی ترین کار نباشه. من چون اکثر دوستان، حالا چه مخاطبین فنی چه غیر فنی، میشناسن این شرکت ها رو، از اینا نام میبرم یا از این محصولات میگم، وگرنه بیان یک همچین مسئله نیاز به توضیحات گسترده تری داره. ولی فکر میکنم دیگه اینو هممون متوجه میشیم. سراغ اینم میشه رفت. اعراب هم رفتن و چند تا فقط مثلا LLM بوده که توی همین کشورهای عربی ایجاد شده. حالا بندم افتخار داشتم که توی جاهایی بتونم راهنمایی بدم و مشاوره بدم، ولی به هر حال اینا هیچ کدومشون تلاش نمیکنن جای اون مدل های اصلی رو در دنیا بگیرن. اینا یه جورایی دارن فقط بومی سازی های مورد نیازشون رو انجام میدن. متفاوت از این که مثلا یه زمانی ویندوز وجود داشت، لینوکس وجود داشت، میگفتن ما میخوایم لینوکس فارسی بزنیم، که من همون موقع هم خیلی توی جلسات مخالفت میکردم با خیلی از مسائل. یه مقدار آگاهانه تر دارن پوزیشن میکنن خودشون رو. اون شرکت های اصلی هم دارن اینا رو رصد میکنن. یعنی خب من جزء اکسپرت نتورک گاید پوینت و GLG هستم، یعنی دارم با اونها کار میکنم در آمریکای شمالی و خیلی از این شرکت های بزرگی که در دنیا تولید این مدل های خیلی بزرگ و LLM های خیلی بزرگ دارن و اسمای شناخته شده هستن برای شما، از قضا تو خاورمیانه خیلی وقتا به من مراجعه میکنن و از من میخوان که یه تحقیقی براشون انجام بدم، یه کاری انجام بدم، یه
بررسی بکنم و این بازار براشون به نوعی به صورت تخصصی مورد ارزیابی قرار بگیره. منتها این واقعیت وجود داره که این مسابقه به شدت توی اون مرز دانش و تکنولوژی متمرکزه. ورود بهش باید حساب شده باشه، نه از سر غرور ملی صرفا. مسابقه دوم کجاست؟ من بهش میگم اقتباس و انتشار. یعنی چه کسی میاد مدل‌های موجود رو برای زبان و مسئله و فرایند خودش سازگار میکنه و توی مقیاس اونها رو به کار میگیره، مقیاس بزرگ. برای اکثر کشورها بیشترین ارزش اقتصادی دقیقاً همین جاست. یعنی یکی از جاهایی که ما نباید ازش غافل بشیم این تیکه از بازیه. اجازه بدید مسابقه سوم بهتون بگم که من اسمش رو گذاشتم توان نهادی. یعنی کی بلده مسئله درست رو انتخاب بکنه، درست خرید کنه، کیفیت رو بسنجه، ریسک رو کنترل کنه و بیاد پروژه موفق رو از یه پایلوت به یه مقیاس برسونه. اینا همون کانسپت 10x Ops و 10x Prosیه که من این روزا خیلی تو لینکدین راجع بهش صحبت میکنم. ببخشید من دارم هی رفرنس میدم که بتونید برید مطالعه کنید و برید ببینید و این صحبت‌ها رو یکم جدی‌تر دنبال بکنید. خب 10x Ops استارتاپی بود که من در فرانسه بالا آوردم. الان چون مدت هاست که دیگه تو شبکه‌های اجتماعی واقعا به دلایل متعددی که در زمان لازم در واقع توضیح خواهم داد نبودم و دارم سعی میکنم یکم هم این فضای آپدیت شده رو خدمتتون بگم که بدونید کجاها میتونید دنبال کنید. شما یکی از جاهایی که الان میتونید این مباحث رو دنبال بکنید وبسایت 10xops.org ما هست، یا در مسائل فردی توی حوزه هوش مصنوعی 10xpros.com، یا لینکدین من که به زبان انگلیسی بیشتر دارم مقاله میذارم، یا ویرگول که به زبان فارسی میذارم، یا اینستاگرام های من که به زبان فارسی و عربی و انگلیسی، همینطور یوتیوب من که به زبان فارسی و انگلیسی و عربی داره کار میکنه. اینا همون مباحثه. یعنی این قسمت سوم که خدمتتون عرض کردم توان نهادی، توضیحاتی که من اونجا خیلی به وضوح دادم در مقطع در واقع دکترا و پستاک، هم تحقیقات من، مقاله های من، همش حول همین محور بوده. به خاطر همین احتمالاً شما از الان به بعد بیشتر حول این محور از من نکاتی رو خواهید شنید. فرق میکنه با اون 20 سال پیش که به هر حال دوره‌های مقدماتی برنامه نویسی رو در خدمتتون بودم. الان خدا رو شکر دیگه دوستان زیادی هستن که تو این حوزه دارن فعالیت میکنن. من تصمیم گرفتم که یه مقدار موضوعاتمو ببرم سمت و سوی این حوزه ها که یه مقدار اثرگذار باشه. حالا نکته کلیدی چیه؟ توی این مسابقه سوم که خدمتتون عرض کردم حتی کشورهای پیشرو هم تازه اول راهن. یعنی کشورهایی که من اصطلاح میخوام بگم دیر آمده ها، لزوما تو همه ابعاد هوش مصنوعی دیر نیست براشون، دیر نرسیدن. اگر همین الان شروع کنن روش کار کردن دیر نیست. اگه یه کشوری تمام انرژیشو بذاره روی ساخت یک مدل نمایشی، یه مثلا اوپن ای آی تماما ایرانی بزنیم، اما مدرسه و بیمارستان و کارخانه هیچ تغییری نکنه، در واقع اومده تو گرانترین مسابقه شرکت کرده و مسابقه اصلی رو باخته. این مسابقه که گرونترین مسابقه است مال الان امروزی که من و شما داریم با هم دیگه صحبت میکنیم مال امریکا و چینه. رقابت بین اون دوتاست. کشورهای دیگه متوجه شدن که توی اون رقابت شرکت کردن براشون باخت میاره، لذا اومدن در مسابقه دوم و سوم دارن تلاش میکنن جایگاهشون رو پیدا کنن. من همین سگانه رو میخوام ستون کل بحثمون بگذارم و بیایم تو مرز علم ببینیم چطوری باید انتخابی سرمایه گذاری کنیم. این مهمه.
یعنی ما تو مرز علم نباید هر جایی بریم سرمایه گذاری کنیم، منتها تو انتشارش باید تهاجمی عمل کنیم، تو نهادسازیش از روز اول که امروز باشه باید جدی باشیم. خب حالا ببینیم که چه چیزی این دوران رو از اون موجه قبلی فناوری متفاوت کرده. اجازه بدید برم سراغ اسلاید بعدی. چرا الان؟ یعنی اولین پاسخی که من میخوام اینجا خدمتتون تقدیم بکنم این که چرا الان؟ چرا این موج با موجای قبلی فرق داره؟ 3 تا دلیل دارم براش. دلیل اول سقوط هزینه است. خب طبق شاخص هوش مصنوعی استنفورد که من توی ویدیوی قبلیمم راجبش توضیح دادم و صحبت کردم، یک AI ایندکس داره استنفورد که میتونید برید راجبش بخونید ببینیدش. اومده گفته هزینه استفاده از مدلی تو سطح چت جی پی تی، اونم چت جی پی تی نسخه 3.5، خب بین نوامبر 2022 تا اکتبر 2024 بیش از 280 برابر کم شده. از حدود $20 رسیده به 7 سنت برای هر 1 میلیون توکن. الان خدا رو شکر چون همتون دارید با این LLM کار میکنید و بهتون محدودیت میده و قفل میکنه میزان استفاده رو، میدونید توکن چیه. ولی اونایی که نمیدونن به زبان ساده مثلا فرض کنید هر یک کلمه، هر یک واحدی که توی ساختار لنگویج میتونه شمرده بشه. البته که من میخوام چون از منظر علمی این قضیه رو بررسی کنم همواره تاکید میکنم که باید صادق باشیم. این فقط قیمت یک بنچمارکه، نه کل هزینه تحول یک سازمان. داده، امنیت، آموزش، بازطراحی فرایند، اینا هنوز خرجای خودشونو دارن. اما پیامش روشنه. قابلیتی که دیروز فقط مال چند تا شرکت ثروتمند بود، امروز برای یک دانشگاه، برای یک دانشکده، برای مدرسه، برای یک اداره کوچیک، برای یک استارتاپ، برای یک شرکت هم قابل آزمایشه. دلیل دوم سرعت انتشاره. همین شاخص میاد برآورد میکنه که ابزارهای مولد یا همون جنراتیو ای آی ها در حدود 3 سال به نفوذی نزدیک 53% جمعیت رسیدن. یعنی خیلی سریعتر از رایانه شخصی و اینترنت. نفوذشون خیلی سرعتش زیاده. دلیل سوم جابجایی سریع مهارت است. یه پژوهشی صندوق بین المللی پول روی آگهی‌های شغلی انجام داده که تو ویدیوی قبلی خدمتتون عرض کردم، نشون میده فاصله ظهور مهارت‌های تازه نسبت به امریکا توی یه سری کشورهای بررسی شده رسیده به چند ماه تا حدود 9 ماه در واقع فکر میکنم حد اکثر. یعنی دانش کاربردی دیگه با تأخیر چند دهه‌ای تو کشورها منتقل نمیشه. در عصر هوش مصنوعی یه دانشی وقتی یه جای دنیا میاد ظرف چند ماه در جاهای دیگه دنیا هم کاملا هست، قابل استفاده است. پس نتیجه چیه؟ گلوگاه امروز دیگه دسترسی به ایده نیست. گلوگاه امروز توان جذب و اجرای سریعه. اما اگه همه چیز اینقدر ارزان و در دسترس شده، چرا من نگرانم؟ چون نقطه شروع همه برابر نیست. بذارید روی دیگه این سکه رو تو اسلاید بعدی نشونتون بدم. اینجا باید یه هشدار جدی بدم. همونطور که عرض کردم فرصت برابر به معنای نقطه شروع برابر نیست و این جاییه که ما باید بهش حساس باشیم. گزارش 2025 بانک جهانی میگه که کشورهای پردرآمد با فقط 17% جمعیت جهان 87% مدل‌های شاخص AI و هوش مصنوعی رو در اختیار دارن. 86% استارتاپ‌های هوش مصنوعی رو در اختیار دارن. 91% کل سرمایه‌گذاری خطرپذیر این حوزه رو در اختیار دارن. و 77% ظرفیت مراکز داده در واقع کولوکیشن دست اوناست.
سهم کشورهای کم درآمد چیه؟ کمتر از 0.1%. حالا اگر هیچ سیاستی عوض نشه چی میشه؟ خیلی راحت بهتون بگم، سرمایه و استعداد و داده و زیرساخت به همون جاهایی میرن که از قبل جلوترن و فاصله به شدت و به سرعت بیشتر میشه. مدل سازی صندوق بین‌المللی پولم داره هشدار میده که توی سناریوی پایه اثر رشد هوش مصنوعی توی اقتصادهای پیشرفته میتونه بیش از 2 برابر کشورهای کم درآمد باشه و 2 برابر بچه‌ها توی اشله کشور شوخی نیست. هرچند اینم یه پیشبینی قطعی نیست، نتیجه یه مدل با فرضای مشخص، اما هشدارش رو باید جدی گرفت. درس من از این اسلاید اینه، چیزی که من میفهمم و یاد میگیرم از این اسلاید اینه: فناوری به تنهایی عدالت جغرافیایی ایجاد نخواهد کرد و نمیکنه. و نکته مهمتر این که پنجره جبران دقیقاً داخل همین نابرابریه باز شده، نه بیرون اون. پس کشور دیر آمده باید اول محدودیتاشو ببینه، برق، اتصال، مهارت، سرمایه، بعدش هوشمندانه تصمیم بگیره که کدوم قابلیت رو اجاره کنه، کدومش رو بومی کنه و کجا واقعاً مالکیت بسازه. این مالکیت راهبردیه براش. خوشبینی بدون این واقع بینی فقط برای کشور هزینه تولید میکنه، چیزی که بارها ما توی بومی سازی فناوری تو کشورمون دیدیم. خب تا اینجا گفتم فرصت واقعیه، خطر هم واقعیه. حالا بریم سراغ سوال اصلی: واقعا چه چیزی تعیین میکنه که کی برنده این بازی خواهد بود؟ برای این هم باید از شعار بریم سراغ شواهد واقعی. موافقین؟ بریم اسلاید بعدی. بهترین شواهد امروز از شعارهای شرکتی و ملی و سازمانی و اینا نمیاد، بلکه از یه سری آزمایش و تحقیق کنترل شده روی کار واقعی میاد. بذارید 3 تا عدد بهتون بدم. توی یه پژوهشی در نشریه اقتصاد کوارترلی روی بیش از 5000 نیروی پشتیبانی ساپورت اومدن دستیار مولد هوش مصنوعی دادن. به طور متوسط دیدن که تعداد مسائل حل شده در ساعت 15% بالاتر رفته. خب این خیلی جذاب. یه نکته جالب تو این تحقیق وجود داشت. دیدن برای نیروهای کم تجربه تر این اثر نزدیک 30% بوده. یعنی خیلی جالبه دیگه، فناوری میاد بخشی از تجربه آدمای خبره رو قابل انتقال میکنه. یعنی انگار که فاصله ها داره کم میشه به شدت بین آدمای تازه کار کم تجربه و آدمای با تجربه. توی آزمایش دیگه روی متخصصا اومدن بررسی کردن، دیدن که زمان کارهای نوشتاری، کسایی که کارشون نوشتن بوده در واقع، 40% کم شده و کیفیتش هم 18% بالا رفته. این دقیقاً همون سازوکاریه که میتونه به جبران کمک بکنه، کوتاه کردن منحنی یادگیری. اما یه قید خیلی مهم اینجا هستش. یه پژوهشه که حالا ترجمهش میشه مرز ناهموار فناوری. من چون انگلیسیاشو روی اسلاید میبینید دیگه سعی میکنم ترجمه فارسیشو خدمتتون عرض کنم. اومدن روی مشاوران BCG انجام دادن و این نشون داد که وقتی یه کاری خواسته شده از هوش مصنوعی که داخل توان مدل بوده، همه سریعتر و بهتر شدن. ولی وقتی مسئله بیرون از مرز توان مدل بوده، کاربرای هوش مصنوعی 19% کمتر احتمال داشته که جواب درست بدن، ولی اونایی که از هوش مصنوعی استفاده نمی‌کردن داشتن نتایج بهتری می‌گرفتن. پس اینا رو همه رو میذارم کنار هم دیگه، بعد نتیجه گیری میکنم دیگه.
اولا هوش مصنوعی عصای جادویی نیست، توانش هم توی هر وظیفه‌ای فرق میکنه. نسخه ملی این درس هم برای ما روشنه. ما نمیتونیم یه پروژه تعریف کنیم با عنوان کلی استفاده از هوش مصنوعی. الان مثلا شما توی اکثر فضای وب فارسی میبینید که همه دارن ابزار آموزش میدن. خب این خیلی قشنگه، خوبه که ما با ابزارها آشنا بشیم و بفهمیم چه ابزارهایی وجود داره. من خیلی خوشحالم از این که اینو میبینم. ولی یه سری افراد باید بیان تخصصی تر اینجا وایسن و بگن که این استفاده چه نکاتی داره. ما در طول روز چه در محیط کارمون چه در زندگی یه سری وظایفی داریم دیگه. ما باید این وظایف رو ریز کنیم، یه بیسلاین براش بگیریم، خط پایه بگیریم، کیفیت رو بسنجیم و نقش بازبینی انسان رو هم برای هر وظیفه‌ای دقیق طراحی کنیم. و حالا یه عالمه نکته دیگه که به موقعش راجبش صحبت میکنم، ولی اگر عزیزانی هستن که خیلی علاقه‌مندن که زودتر راجب این مطالعه بکنن، من 2 تا کتاب و در واقع 2 جلد کتاب دارم به نام 10X Ops که روی آمازون منتشر شده. داریم تلاش میکنیم فارسیش رو هم ترجمه بکنیم، ولی خب هنوز من فرصت نکردم. حالا اگر عزیزانی هستن که علاقه‌مندن میتونن پیام بدن، شاید بتونیم روی این قضیه با هم دیگه کار بکنیم. خب ما اگر که اینطور که عرض کردم کار رو انجام بدیم، هوش مصنوعی تجربه رو تکثیر میکنه. اگر این کار رو نکنیم، اشتباه رو با همون سرعت که داریم توضیح میدیم که میتونیم باش مشکلات رو حل کنیم، همون قدر هم میتونیم باش مشکل آفرینی کنیم. یعنی اشتباه رو با همون سرعت میتونیم تکثیرش بکنیم و همین ما رو میرسونه به یک خطای اندازه‌گیری خیلی خیلی خطرناک. خطرناکترین خطای اندازه‌گیری اینه که تعداد کاربر رو با تحول اقتصادی بیایم یکی بگیریم. این که مثلا خوشحال باشیم از این که تو کشور ما الان همه دارن از چت جی پی تی استفاده میکنن، این که میلیون ها نفر یه چت بات رو امتحان کردن، به خودی خود بازم خبر خوبیه، اما هنوز این نمیگه که بهره‌وری یک کشور تغییر کرده. چون ارزش توی زنجیره‌ای ساخته میشه. اول دسترسیه. من توی ویدیوی قبلیم اشاره کردم به صحبت مدیر عامل محترم دیجیکالا و گفتم که ایشون اومدن گفتن که آقا من برای اینکه توی شرکتم قراردادتون تمدید بشه، توی پادکستی با سهیل علوی عزیز این رو ضبط کرده بودن، جناب آقای مسعود طباطبایی که هر دو برای من قابل احترام. من حقیقتا من خیلی نمیشناسمشون، عرض کردم، ولی فقط همین یه تیکه، همین یه جمله رو دارم نقد میکنم که فرموده بودن که من برای تمدید قرارداد پرسنلم اومدم اجبار کردم که باید برن مثلا پرامپت انجینیرینگ یاد بگیرن. حالا کاری ندارم به این که اصلا این مهارت واقعا لازمه و به این شکل لازمه، اصلا با این عنوان لازمه یا نه، ولی میخوام بهتون بگم که زنجیره مهمه. اصلا این که چند نفر با یه ابزار کار میکنن مهم نیست. اولین گاممون دسترسیه. دم شما گرم آقای طباطبایی که این کار برای شرکتتون کردید، خیلی کار ارزشمند و بزرگی کردید، ولی حتما مراقب باشید که مراحل بعدی رو هم درست انجام بدید توی دیجیکالا و در همه استارتاپ های بزرگ و ارزشمند کشورمون و در همه سازمان هامون. کوچیک و بزرگ هم نداره، همه شرکت ها. بعد از دسترسی استفاده فردیه، بعد بازطراحی گردش کار یا ورک فلوه، بعد تبدیلش به یک سیستم قابل اعتماده و در آخر میگن آقا بحث مقیاس و اثر قابل اندازه‌گیری باید وجود داشته باشه. بیشتر سازمان ها همینجا بین، حالا من خیلی دیدم متاسفانه تو کشور ما بین مرحله اول و دوم یا نهایتاً بین مرحله دوم و سوم گیر میکنن. شاخص استنفورد میگه 88% سازمان ها دست کم در یک کار کرد از هوش مصنوعی استفاده میکنن، اما کاربرد عاملای هوشمند توی مقیاس، یعنی اینکه واقعا سازمانی درست استفاده بشه، هنوز تک رقمیه.
این تفاوت داریم استفاده میکنیم با سیستم رو عوض کردیمه. یعنی شکاف شرکت‌های کوچیک و بزرگ، موفق و ناموفق رو همین نشون میده. یه داده‌ای وجود داره مال سازمان همکاری اقتصادی برای 2025، میگه استفاده تو شرکت‌های بزرگ حدود 52%، تو شرکت‌های کوچیک حدود 17%. پس اگر سیاست ملی این باشه که فقط بیان ابزار به اشتراک بذارن، که حالا با همونش هم بهش فعلا نرسیدیم به اون معنا، همون قشری که آماده تر هستن یکم جلو میرن، شکاف بیشتر میشه و اتفاق خیلی خاصی هم نمیفته. سیاست انتشار درست باید 5 تا چیزو کنار هم دیگه بذاره: مشاوره فرایند، آموزش شغلی، دسترسی امن، سرمایه آزمایش کردن و سنجش نتیجه. چون هدف زیاد کردن تعداد لاگین ها به چت جی پی تی نباید باشه، هدف باید بهتر شدن کار مفید باشه. خب تا اینجا شاید فکر کنید که این بازی از پیش باخته است، ولی نه. بیایید ببینیم آیا واقعاً امروز یک کشوری مثل کشور ما یا هر کشور دیر آمده‌ای میتونه بهتر از انتظار ظاهر بشه یا خیر. سوال منصفانه این هست که اصلا نمونه‌ای داریم که کشوری بهتر از سطح درآمد و ساختارش عمل کرده باشه؟ و جوابش بله است، البته با یه احتیاط کوچیکی خدمتتون عرض میکنم. بانک جهانی تو یه مطالعه انجام داده، به حالا ترجمه فارسیش میشه فراتر از شکاف هوش مصنوعی. اومده شاخص آمادگی رو با پیچیدگی اقتصادی مقایسه کرده و یه گروهی رو فراتر از انتظار معرفی میکنه. توی اقتصادهای کم درآمد و متوسط پایین اسمایی مثل غنا، هند، مراکش، رواندا، سریلانکا، تونس، ویتنام اینا دیده میشه. در گروه متوسط بالا هم اندونزی، مالزی، قزاقستان، کاستاریکا، اوکراین اینا دیده میشه. حالا صادق باشیم، این فهرست ثابت نمیکنه این کشورها حتما بهره‌وری بیشتری گرفتن. این یه شاخص ترکیبی آمادگیه و داده هاش هم چون سال 2023 جمع کردن خیلی زمانی ازش نگذشته، ولی به هر حال احتمال داره که تغییر کرده باشه، جای این کشورها عوض شده باشه. اما یک سرنخ خیلی جدی به ما میده، اونم این که زیرساخت دیجیتال، سرمایه انسانی، بازار کار و تنظیمگری مسئولانه میتونن کشور رو بالاتر از اون ببرن که درآمدش پیش بینی میکنه. و خبر دوم این اسلاید یکم مهمتره. مسابقه نهادی هنوز بازه. سازمان همکاری اقتصادی میگه که فقط حدود 15% دولت‌ها یه چارچوب روشن سرمایه گذاری تو این مسئله داشتن. پس مزیت امروز فقط پول کشورها نیست، سرعت یادگیری و پیاده‌سازی نهادی ملیه. کشوری که سریعتر از تجربه دیگران یاد بگیره میتونه از این اشتباهات چند ساله‌ای که حالا بعداً مفصل از تجربیاتم خواهم گفت خدمتون، از چیزایی که جاهای مختلف دیدم و خوندم، میتونه از این اشتباهات چند ساله بپره و عبور کنه سریع. خب تا اینجا ما چرا رو ساختیم، از اینجا به بعد میریم سراغ چطور. و اولین قطعه در واقع نقشه یه سری پایه ها هست که باید راجبشون صحبت بکنیم. 4 تا پایه در واقع. بانک جهانی برای صادر کردن ماجرا از 4 تا پایه استفاده میکنه که هر 4 تاش تو انگلیسی با حرف C شروع میشن. میبینید دیگه، connectivity, compute, context و competency، که هر 4 تاشون با حرف C شروع میشن. اتصال، توان محاسباتی، زمینه و شایستگی.
خب وقتی راجع به اتصال صحبت میکنیم اولین دغدغه میشه اینترنت. حالا اون هم به هر حال انتقاداتی بهش وارد هست، شرایط کنونی کشور، ولی اتصال فقط اینترنت نیست. برق پایدارم هست، پهنای باند مناسبم هست، دسترسی ارزون قیمت هم هست، امنیت ارتباط هم شامل میشه. دومی توان محاسباتی. تا میگیم توان محاسباتی همه فکر میکنن فقط داریم به خرید کارت گرافیک اشاره میکنیم. نه، فقط اون نیست، اونم هستا، ولی دسترسی قابل اتکا به کلاود، این مراکز ابری و مراکز داده و امکان اجرای مدل روی اونا متناسب با حساسیت داده ها، اینا هم مسئله است. میریم سراغ سومی، زمینه. زمینه یعنی چی؟ یعنی داده، یعنی زبان، یعنی قانون، یعنی فرهنگ، یعنی دانش حوزه‌ای که مدل رو برای مسئله واقعی ما قابل استفاده بکنه. من تو ویدیوی قبلیم راجع به این مبحث خیلی توضیح دادم. و بالاخره شایستگی. شایستگی چیه؟ شایستگی یعنی مهارت. از سواد عمومی هوش مصنوعی بگیرید که به لطف استعداد خیلی خوب ما ایرانی‌ها الان خدا رو شکر به نظر من تو کشور ما واقعا جایگاه خوبی داریم، تا توان حرفه‌ای یه معلم، یه پزشک، یه مدیر، یه برنامه نویس، که اینجا جامون خوب نیست. حالا نکته اصلی چیه؟ این 4 تا پایه مثل یه زنجیرن. اگه یکی خیلی ضعیف باشه، سرمایه گذاری تو بقیهش اصلا بازده کامل رو به شما نخواهد داد. مثلا شما پردازنده داشته باشی بدون برق پایدار، این یه دارایی راکده، غیر قابل استفاده است. مدل قدرتمند داشته باشی بدون داده های محلی خوب و با کیفیت، این جواب نامطمئن بهتون میده. ابزار داشته باشی، این آب خوردن بشه تو ایران از این سایت و اون سایت، مثلا چت جی پی تی رو با قیمت کم خرید، این اکانت های اشتراکی که میدن، اما بدون مهارت. این میشه فقط یه مصرف پراکنده. پس نسخه هر کشور باید از یک تشخیص صادقانه شروع بشه که چیه؟ ضعیفترین حلقه ما کدومه و پاسخ این داده بشه. لازم نیست روز اولم توی هر 4 تا پایه ما رهبر جهان بشیم. باید یه پایه های متوازنی رو ایجاد کنیم، بعد مزیت‌های خودمون رو روش سوار کنیم و همین ما رو میرسونه به یه تصمیم راهبردی خیلی مهم: چه چیزی رو بسازیم و چه چیزی رو اجاره کنیم. قرار نیست همه چیز ملی بشه در این صنعت. خب یک کشور برای استفاده جدی از هوش مصنوعی لازم نیست از روز اول همه لایه ها رو خودش بسازه. هیچ کشوری به غیر از 2 تا کشور الان در حال انجام چنین کاری نیستن. این تصور که استقلال یعنی مالکیت کامل همه چیز معمولاً به پروژه های گرون قیمت و دیر هنگام و کم کیفیت و کم استفاده ختم میشه. همون چیزی که ما تو کشورمون بارها و بارها بچه های تک دیدن و میدونم خیلی ها که دانششو داشتن، سوادشو داشتن، رنج کشیدن و خب واقعا آزاردهنده است دیگه. راهبرد واقعی و واقع بینانه 3 تا پله داره. پله اول پذیرش. دارید میبینید یعنی چی؟ یعنی قابلیت عمومی رو میگیریم از مدل ها و حالا مثلا ابر، کلاود موجود، استفاده میکنیم تا دسترسی سریع و گسترده ایجاد بکنیم. پله دوم میشه سازگارسازی. همون قابلیت رو با داده و زبان و قواعد محلی و قوانین محلی تطبیقش میدیم. اینجا مدل‌های باز و کوچیک و معماری‌های چند مدلی خیلی مهمن برای بچه‌هایی که تو این حوزه تخصص دارن. واقعا فرصتیه، خیلی میتونن کمک کنن.
چون وابستگی رو کم میکنه و حق انتخاب رو زیاد میکنه. و پله سوم نوآوریه. فقط تو حوزه هایی که مزیت علمی یا بازار صادراتی یا نیاز حاکمیتی خیلی روشن داریم، اینجاها بیایم عمیق سرمایه گذاری کنیم و مالکیت بسازیم، هیچ اشکالی هم نداره. بانک جهانی صریحاً میگه این رو که بیشتر کشورهای در حال توسعه برای حل مسائلشون به ساخت مدل پایه جدید نیازی ندارن، فقط باید توی چطور این رو توضیح بدم، به نوعی باید تو اردوگاه درستی توی این لشکرکشی AI بین آمریکا و چین وایسیم. البته این به معنای بیخیالی نسبت به حاکمیت داده ها و اینا نیستا. برعکس ما باید مثلا حالا فرض کنید که اون قرارداد خروج، امکان جابجایی داده، چند تا تأمین کننده داشتن، ظرفیت اجرای محلی برای کاربردهای حساس و اینا رو طراحی کنیم. حرف من این نیستش که بیایم فقط یه استفاده کننده صرف باشیم. اصل ماجرا یه جمله است: منابع کمیابمون رو خرج بازسازی چیزی نکنیم که میشه ارزون اجارش کرد، اونا رو جایی خرج کنیم که زمینه محلی و اجرای ما میتونه مزیت واقعی بسازه. و بزرگترین نمونه اون مثلا میتونه زبان باشه. زبان ما فارسی است و زبان خیلی کشورهای دیگه هم اطراف ما فارسی هستش. ما گاهی اوقات زبان و داده محلی رو یه موضوع فرهنگی فرعی میبینیم، ولی از منظر اقتصادی اینا زیرساختن. بانک جهانی یه گزارشی داره خیلی جالبه، میگه که بیش از نیمی از مجموعه داده های باز آموزشی به زبان انگلیسی هن. نتیجه چیه؟ اینه که مدلی که تو انگلیسی روونه ممکنه توی فارسی، تو لهجه ها، تو متن حقوقی یا توی زمینه های اجتماعی مورد نیاز ما مطمئن نباشه. راه حلش هم صرفاً جمع کردن انبوه داده نیست، باید یه دارایی زمینه‌ای بسازیم. باید یه پیکره های فارسی با مجوز روشن، واژه‌نامه های تخصصی، داده های بزرگ ناشناس حوزه سلامت و از همه مهمتر بنچمارک هایی که بدونیم مدل دقیقاً کجا خوب و کجا داره ضعیف عمل میکنه داشته باشیم. اما هر برنامه داده ملی باید از همون اولش، یعنی اینا نفی کننده این نیستش که مثلا ما نیاز داریم به اینکه یک رضایت عمومی، رضایت حاکمیتی، مالکیت، حریم خصوصی، اینا رو نباید داشته باشیم. همه اینا باید باشه. الان در دنیا میگن اصلا این قوانینی که داره پشت سر هم دیگه وضع میشه و منم راجبشون تو ویدیو قبلی یکم بیشتر صحبت کردم، همشون اشاره دارن که تو برنامه‌های ملی باید از همون اول رضایت، مالکیت، حریم خصوصی، حق حذف، همه رو باید طراحی کنید. داده های بدون حاکمیت سرمایه نیست، بدهی پنهانه. اینو کسایی که حوزه گاورننس رو میشناسن میدونن من چی میگم. و لازم هم نیست که همه چی رو ما توی مخزن مرکزی بریزیم. میشه استاندارد مشترک و دسترسی های کنترل شده و یه سری یادگیری های فدرال تور هم ساخت. میدونید چی میگم؟ مزیت یک کشور از بیشترین حجم داده نمیاد، از داده های معتبر و متصل به مسائل واقعی یک کشور میاد. به نظرم حتی ما تو کشورمون داده هم خوب داریم. حالا یه مقدار عدم دقت وجود داره. من حالا حداقل توی اون صنایعی که رفتم و دیدم
ولی حداقل اینو میتونم با اطمینان بگم، اون چه که من امروز دارم در ایران مشاهده میکنم، داده های ما متصل به مسائل واقعی روز کشورمون نیستن. یه جمله رو اینجا نگه دارین، اینکه یه رابط کاربری ترجمه شده به هیچ عنوان یه قابلیت محلی نیست. اینکه ما این همه ابزار رو برداشتیم آوردیم مثلا تو اپلیکیشن های فارسی قرار دادیم و با حالای قیمت خوبم داریم ارزش میکنیم، این مسائل محلی ما رو حل نمیکنه. ما یه سری مسائل داریم که واقعا متعلق به فرهنگ خودمونه، به نیازهای کشور خودمونه، به زبان خودمونه. حالا بریم سراغ کسایی که قراره با این ابزار کار بکنن، یعنی نیروی انسانی. اینم باز نکات جالب و مهمی توش داره. اگه برنامه مهارت ملی ما فقط تربیت مهندس یادگیری ماشین باشه یا همین به قول دوست عزیزمون پرامپت انجینیرینگ باشه، بخش عمده فرصت رو از دست میدیم. ما در واقع افرادی رو نیاز داریم که اینا توی تخصصهای مختلف عمیق باشن، در بحث مهندسی ای آی هم تخصص لازم رو داشته باشن. امروز ما آدمایی که متخصصن زیاد داریم، تعداد کسایی هم که رفتن دنبال سطوح ابتدایی یادگیری ماشین و هوش مصنوعی هم زیاد داریم، اما تعداد کسایی که باید کارشون رو با هوش مصنوعی بازطراحی کنن و هنوز نکردن خیلی 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 زیاد داریم و این شکاف واقعیه. یعنی سهم افراد دارای مهارت دیجیتال پایه تو کشورهای پردرآمد حدود 66%، تو متوسط بالا 38، تو متوسط پایین 21، تو کم درآمدا زیر 5. پس بریم ببینیم واقعا ما کشورمون کجاست الان تو این بازی. آموزش باید 3 طبقه باشه. طبقه اول سواد هوش مصنوعی برای همه. مدل چه چیزی رو میتونه، چه چیزی رو نمیتونه. چطور سوال خوب بسازیم. چطور داده حساس و وارد ابزار نامناسب نکنیم. اینا میشه طبقه اول. طبقه دوم مهارت شغلیه. معلم، پرستار، حسابدار، مدیر دولتی باید روی فرایند واقعی خودشون تمرین بکنن، نه روی یه مش پرامپت عمومی که الان تو اینترنت هست. و طبقه سوم یه هسته فنی کوچیک ولی خیلی عمیق باید باشه. کسایی که حوزه داده، حوزه امنیت، حوزه ارزیابی، زیرساخت اینا رو تو هوش مصنوعی خیلی قوی میشناسن. من فکر میکنم تو این بخش خدا رو شکر خوبیم. یه آدمای متخصص تو لایه‌های عمیق خاص داریم، اما اینا نهادی نیستن، سازماندهی شده نیستن. سازمان جهانی کار میگه که حدود 1/4 کارگرای جهان نوعی مواجهه با هوش مصنوعی مولد رو دارن همین الان، اما فقط حدود 3% توی بالاترین سطح مواجهه هستن و در بیشتر مشاغل تغییر وظایف محتمل‌تر از حذف کامل شغله. من یه ویدیو کامل راجع به این ساختم و توضیح دادم خدمتتون. پس راهبرد درست آماده کردن شغلا برای تغییره، نه ترسوندن مردم با دوگانه ساده جایگزینی یا مسئولیت. اینا نکته های خیلی مهمیه دوستان. و اگر بخوایم این مهارت واقعا اثر بذاره، باید ببریمش همون جایی که کار واقعی جریان داره، یعنی تو خط مقدم ماجرا و این رقابت و این نبرد جهانی. وقتی میگیم هوش مصنوعی ملی، چون این روزا خیلی صحبت میشه دیگه راجع به هوش مصنوعی ملی، هم من خیلی میشنم، ما نباید بریم سراغ برجای فناوری و تیمای ستادی و اینا رو بخوایم تصور بکنیم که حالا خدا رو شکر فکر کنم اونها هم الان خیلی، این خدا رو شکر که میگم از هرس خوردنم، من موقعی که هرسم میگیره و خیلی ناراحت میشم
با طعنه و کنایه صحبت میکنم. بیشترین اثر هوش مصنوعی باید الان کنار تخت بیمارای ما باشه، باید توی کلاسای مدرسه و دانشگاه ما باشه، باید توی کارگاه‌های ما، توی مزارع ما رخ بده. ما یه کانسپتی داریم، حالا بهش میگن small AI یا هوش مصنوعی کوچیک. یه راه حل ارزونیه که روی ابزارهای روزمره معمولا کار میکنه. زبان و زمینه محلی رو میفهمه و به اون نیروی خط مقدم کمک میکنه تصمیم بهتری بگیره. ما تو همین عمان من به یک مجموعه مشاوره میدادم، اونم مجموعه حکومتی بود که راجع به این بود که چطوری اینا میتونن برای همین مزارع بود، چون عمان هم حالا حوزه کشاورزی داره تا یه حدی و دامداری هم داره. مشاوره میدادم. اینا لهجه های بسیار بسیار متنوعی دارن. حالا من خودم تا یه حدی عربی بلد هستم، ولی عربی که من بلدم اون مادرن استاندارد عربی که یعنی عربی اصطلاحا خودشون میگن فصحی، ولی من لهجه خیلی راحت نیستم. ولی مثلا کسی که داره تو مسقط زندگی میکنه که پایتخت عمانه، با کسی که داره جنوب عمان زندگی میکنه، اینا لهجه های همدیگه رو گاهن یعنی اینا به من گفتن، میگم من اینو نمیتونم خودم بفهمم چون اصلا هیچ کدوم لهجه ها رو خیلی عمیق متوجه نمیشم، ولی خودشون میگفتن مثلا ما نمیتونیم اون لهجه رو درک کنیم، خیلی چیزاش برامون غیر قابل درکه. تو همین کشور بالاخره کوچیکتر از کشور ما لهجه های متنوع، زبان های متنوع وجود داره. اینجا مثلا جنوبش سمت سلاله که حالا خیلی سرسبز و زیباست، شبیه در واقع شمال ما سرسبز میشه یه فصلی از سال که همین الان هم توی اون فصل هستیم، بهش میگن فصل خریف. اونا گبالی صحبت میکنن و خب اصلا تو مسقط اگه اونا صحبت کنن اینا میگن ما نمیفهمیم مثلا. خب از یک کشاورز که انتظار نمیره که بره زبانشو عوض کنه یا لهجهشو عوض کنه، که ما باید ابزاری داشته باشیم که بهش کمک کنه دیگه. یه آزمایش سازمان جهانی کار سال 2026 هم همین امسال انجام داد با 249 پزشک توی کنیا و اندونزی و هلند. اومدن یه آزمایشی انجام دادن. این نشون داد که دستیار هوش مصنوعی امتیاز استدلال بالینی رو به ترتیب حدود 18 10.7 و 7.2% بهتر کرده. حالا بخوام علمی و دقیق بگم برای اون دوستانی که علاقه‌مندن، این مطالعه با سناریوهای بالینی انجام شده، نه روی نتیجه واقعی درمان بیمار مثلا تو بلند مدت و اینا. ولی نکته خوبیه برای یه آزمایش کنترل شده که صرف حضور هوش مصنوعی کنار پزشک چقدر تونسته تشخیص و درمان رو دقتش رو بیشتر بکنه. همین منطق برای معلم هم هست. پیشنهاد تمرینی که یه معلم میتونه بگیره، تشخیص دانش آموزی که از درس جا مونده، کاهش کارهای اداریش و تمرکزش رو روابطش با دانش آموزاش و بهبود اون مسائل اجتماعی. تصمیم نهایی با معلمه، ولی کلی توی کارش رشد و صرفه‌جویی انجام میشه. بنابراین طراحی موفق 3 ویژگی داره: روی دستگاه و اتصال موجود کار بکنه، انسان مسئول در حلقه بمونه. من یه کانسپتی رو توی کتابام و تئوریام میدم، human in the loop، و خیلی هم اصرار دارم. من با حذف انسان توسط هوش مصنوعی نه بهش معتقدم، نه بهش باور دارم و نه ازش ترس دارم، بلکه من میگم که باید انسان مسئول تو حلقه بمونه. و بعد هم اینو اومدم کاملا تئوریزه کردم، پیاده سازی کردم، نمونه داشتم، بردمش توی فرانسه، توی یکی از بهترین اکسلراتورهای دنیا، توی که بهترین دانشگاه‌های دنیا این رو برنده شده، اثباتش کردم. با 7 ملیت اومدیم این رو ساختیمش
و یک مجموعه‌ای به شکل گرفته و وجود اومده به نام 10x Ops و 10x Pros. ما بهش میگیم 10x اکوسیستم. 10 همون 10 به حروف TEN، عدد 10، و این X هم بعدش میاد 10x به معنای یه ضریب 10 برابری. حالا راجبش توضیح میدم، الان این ویدیو رو نمیخوام از تمرکز خودش خارج بکنم. نکته که وجود داره اینه که تو کشوری که متخصص کم داره یا متخصصاش مهاجرت کردن، هدف نباید حذف تخصص و متخصص باشه. باید دامنه اثر هر متخصص رو چند برابر کنیم. فکر می‌کنم این واقعا یکی از نیازهای امروز کشور ماست، متاسفانه. خب تا اینجا انگار داریم یه نسخه واحد میپیچیم، ولی واقعیت اینه که مسیر مزیت پیدا کردن و به قول دوستان فوتبالیا کامبک زدن و نمیدونم کچاپ کنیم دوباره بیافتیم رو غلطک و ما برسیم خودمون رو برسونیم جلوی دنیا و اینا، مسیر رسیدن به هم چیزی برای همه یکی نیست. یعنی احتمالاً اون لایه هایی که باید تدوین بشه برای یک کشور عربی زمین تا آسمون با اون لایه هایی که باید تدوین بشه برای ایران متفاوت خواهد بود. کشورها لازم نیست با یه نسخه واحد بیان برنده بشن. بذارید من چند تا مسیر متفاوت رو هم کنار هم دیگه بذارم، یه مقدار ذهن شما رو آشنا بکنم با پدیده‌ای که وجود داره. امارات و سنگاپور اومدن نمونه یک مسیر انتشار سریع رو طی کردن. برآورد شاخص استنفورد برای نیمه دوم 2025 نفوذ ابزارهای هوش مصنوعی رو توی امارات 64% و تو سنگاپور نزدیک 61% اعلام کرد. بالاتر از چیزی که فقط با سطح تولید ناخالص پیش بینی میشد. کره جنوبی یه مسیر دیگریه. کره جنوبی در ثبت اختراع هوش مصنوعی به ازای جمعیتش واقعا پیشتازه و اومده همون راهی که توی مراحل دیگهش طی کرد، یعنی راه صنعتی و مالکیت فکری رو خیلی جدی گرفته. سوی دیگر دنیا کشورهایی مثل هند و رواندا و ویتنام تو شاخصهای آمادگی اومدن فراتر از نقطه ساختاری خودشون ظاهر شدن و تنها احتیاطی که من توی این تحقیقات میخوام خدمتتون عرض کنم اینه که اینا معیارهای متفاوتن، نباید قاطیشون کرد. استفاده زیاد لزوماً نوآوری عمیق نیست یا اختراع زیاد لزوماً انتشار گسترده نیست. آمادگی داشتن هم باز اینم بگم الزاماً نتیجه محقق شده نیست، اما مجموعشون یه پیام داره. مزیت ملی از مسیرهای مختلف میتونه ساخته بشه. یک کشور ممکنه در زبان محلی برنده بشه، یکی ممکنه تو خدمات دولتی برنده بشه، یکی ممکنه تو سلامت کم هزینه بیاد بقیه کشورها رو جا بذاره، یکی تو صادرات خدمات حرفه‌ای بیاد این کار رو انجام بده و هزاران راه دیگه. تقلید کامل از آمریکا یا چین بهترین راهکار نیست. سوال درست اینه که کدوم ترکیب از استعداد و نیاز و زیرساخت ما میتونه تو 3 تا 5 سال به مزیت قابل سنجش توی کشور تبدیل بشه. اما هر مسیری که انتخاب کنیم یه چیز مشترکی که بدون اون هیچ کدوم مقیاس نمیگیره، اونم اعتماده. ما گاهی اوقات اعتماد و تنظیمگری و مدیریت رو ترمز نوآوری میدونیم، اما در عمل نبود اعتماد یکی از دلایل اصلی متوقف موندن پایلوتاست. یعنی مثلا فرض بفرمایید که مدیر بیمارستان یا بانک یا یه اداره وقتی نمیدونه که مسئول یه خطایی که رخ میده کیه، داده داره کجا میره، حتی آدمای معمولی وقتی نمیدونن داده‌ای که دارن وارد یک اپلیکیشن میکنن کجا داره میره،
به دست کیا میرسه؟ چه استفاده ای ازش میشه؟ اگه اعتراضی داشته باشن چطوری رسیدگی میشه؟ طبیعیه که اون وقت تکنولوژی مقیاس نمیتونه بده. پس حکمرانی خوب توی این مسئله باید مثل زیرساخت استقرار هوش مصنوعی توی کشور عمل کنه. مسیرش هم ساده است، 5 مرحله‌ایه، تو دنیا بارها تکرار شده. اول میان ریسک کاربرد رو طبقه بندی میکنن. مثلا فرض کنید من در سطح یه شرکت بگم، شما میخواید تو شرکتتون بیایید از هوش مصنوعی استفاده کنید. اول میان یه ابزار خلاصه سازی داخلی، مثلا فرض کنید خیلی ساده رو پیاده سازی میکنن. نمیرن مثلا اول کار توی کشور بیان یه سامانه‌ای که در مورد درمان هست رو پیاده سازی کنن، یا راجع به حق شهروندی افراد تصمیم بگیره رو پیاده سازی کنن. دوم، قبل از اجرا روی داده لوکال و کوچیک ارزیابیش میکنن. سوم، توی محیط کنترل شده پایلوت میگیرن. چهارم، بعد از استقرارش خطا و سوگیری و رخداد امنیتیش رو مدام پایش میکنن. و پنجم، امکان توضیح و اعتراض و اصلاح و مداخله انسان رو کاملا روشن میکنن. شفافیت به خرج میدن در مورد همه چیز. سازمان همکاری اقتصادی تو مرور 200 کاربرد دولتی میبینه که دولت‌ها هوش مصنوعی رو به کار میبرن، اما چارچوب عبور از پایلوت هنوز خیلی ضعیفه و این طی یه پژوهشی تو آمارهای خیلی جالبی ارائه شده. اگر دوست داشته باشید میتونید برید مطالعه بکنید. پس ما یه دفتر صدور مجوز برای همه چیز لازم نداریم. ما یه سری قواعد لازم داریم، قواعد کلی که دست و بالمون رو نبنده ولی متناسب با ریسک، استاندارد خرید، مسئولیت روشن و شفافیت باشه. اعتماد وقتی ساخته میشه که مردم ببینن سیستم قابل ردیابیه، قابل حساب کشیه، شفافه. نه وقتی که مثلا بیایم روی بروشورامون از کلمات اخلاقی استفاده کنیم. سربسته میگم دیگه، فکر میکنم خودتون متوجه میشید که دارم چی عرض میکنم. خب تا اینجا کل منطق و کل نقشه رو چیدیم. حالا سوال عملی، اگه از فردا بخوایم شروع کنیم از کجا شروع کنیم؟ بیایید 100 روز اول رو با هم دیگه یه مروری بکنیم. اگه مثلا یه دولت یا یه ائتلاف ملی فردا بخواد شروع بکنه، من خواهشم ازشون این خواهد بود که 100 روز اول رو خرج نوشتن یه سند چند صد صفحه‌ای نباید بکنید. خروجی 100 روز باید داده و انتخاب و شواهد اولیه باشه. 30 روز اول این فقط برای کشورها هم نیستا، این برای سازمان‌ها هم هست. من هر سازمانی بهم میگه که فلانی تو چیکار میتونی برای ما بکنی تو 10 روز آینده، میگم هیچ کار. ولی 100 روز به من مهلت بدید، من تو 30 روز اول یک اطلس وظایف میسازم تو آموزش، سلامت، صنعت، دولت. کدوم کارا پرهزینه‌ان، کدوما تکراری‌ان، کدوما وابسته به متخصصین کمیابن. برای هر کدومشون میام زمان و هزینه و کیفیت و خطای امروز رو ثبت میکنم. همزمان وضع اون 4 تا پایه‌ای هم که قبلا عرض کردم و تو هر بخشی میسنجم. روز 31 تا 60 چیکار میکنم؟ میام فقط 3 تا 5 تا مأموریت رو انتخاب میکنم، نه 50 تا پروژه عظیم که سالها بلا تکلیف بمونن. معیارم چیه؟ اهمیت ملی، این که قابل اجرا در 1 سال باشه، داده در دسترس وجود داشته باشه براش، مسئولین پاسخگو پای کار باشن، امکان سنجش مستقل وجود داشته باشه بدون فشار آوردن از این ور اون ور. قواعد خرید و حریم خصوصی و همه رم قبل
انتخاب در واقع فروشنده آدم منتشر میکنه که همه چیز شفاف باشه. روز 61 تا 100 محیطای آزمایشی امن راه باید بندازیم. تیم مشترک متخصص حوزه و فنی رو میسازیم. حالا اگه حوزه سلامت، یه سری پزشک، یه سری متخصص هوش مصنوعی. حوزه حقوقی، یه سری وکیل، یه سری متخصص هوش مصنوعی، یه سری حقوقدان در واقع. و خط پایه رو هم تثبیت میکنیم. تو پایان 100 روز هم لازم نیست که ادعا کنیم کشور متحول شده. باید بتونیم بگیم که چه مسئله یا مسائلی رو انتخاب کردیم، موفقیت رو چطوری تعریف کردیم و چه اتفاقی بیفته یه پروژه ضعیف و متوقف میکنیم. مهمترین دارایی این دورانی که داریم توش زندگی میکنیم یادگیری قابل انتقال بین پروژه هاست، نه تعداد مراسم‌های رونمایی از پروژه ها. 100 روز میتونه یه شروع عالی باشه برای یک کشوری مثل ما. حالا ببینیم تو یه سال چطور از پروژه های پراکنده میتونیم به یه موتور خیلی درجه 1 برسیم. خب تو 12 ماه اول باید از پروژه های پراکنده ما به یک موتور انتشار برسیم. این موتور 4 تا قطعه داره. قطعه اول سبد مأموریت هاست. چند مسئله مهم رو هر کدوم با مالک مشخص، مسئول مشخص، بودجه مرحله‌ای و معیارهای مشترک تعریف میکنیم. قطعه دوم لایه دسترسی مشترک، یه درگاه امن چند مدلی با کنترل هزینه، ثبت استفاده، ابزارهای ناشناس سازی داده، بنچمارک های فارسی، همه اینا. این باعث میشه مثلا هر دانشگاهی نیاد از صفر قراردادها رو بسازه، امنیت رو بسازه، یه چیزی یک پارچه داشته باشیم. قطعه سوم چیه؟ سازوکار انتشار به بنگاه‌های کوچیک و بخش عمومی. اینکه اعتبار آزمایش، مشاوره بازطراحی فرآیند در سازمان‌های دولتی و سازمان‌های عمومی چطور باشه، و اینکه خرید دولتی مبتنی بر نتیجه باید صورت بگیره، نه اینکه فقط صرفاً بودجه به یه سری افراد خاص داده بشه. فقط یارانه دادن برای خرید نرم افزار بدون تغییر فرایند کافی نیستش. و قطعه چهارم چیه؟ آکادمیای بخشی، برنامه هایی که کارفرما و دانشگاه با هم دیگه میسازن و روی یک شغل واقعی آموزش میدن و یه لایه ارزیابی مستقل باید بین همه اینا کار بکنه. نتیجه رو با یه خط پایه بیسلاینی بسنجه، شکست ها رو منتشر کنه و نذاره یک اشتباه توی 10 تا دستگاه تکرار بشه. میبینید چقدر قابل پیاده سازیه؟ اون وقت اگر شما یه همچین ساختاری رو داشته باشید، محصول پایان سالتون فقط چند تا اپلیکیشن نیست. محصول اصلی یه سیستم تکرارپذیره که مسئله رو انتخاب میکنه، هر مسئله‌ای که تو کشور وجود داره راه حل رو آزمایش میکنه و اون راه حلی که برنده میشه رو مقیاس میده. بازنده رو هم بدون هیچ حاشیه‌ای متوقف میکنه، بدون هیچ رابطه‌ای، بدون هیچ داستانی. همین ظرفیت نهادیه که مزیت پایدار میتونه برای کشور بسازه. یه سال رو دیدیم، حالا افقو باز کنیم به 3 سال. 3 سال برای رهبری همه جانبه کافی نیست، اما برای ساختن یه مسیر غیر قابل برگشت کافیه. سال اول سال پذیرش منظمه. ما دسترسی امن ایجاد میکنیم، شفاف، چند تا مأموریت، آموزش گسترده و اندازه‌گیری. هدف اینه که از مصرف فردی به چند تا جریان کاری اثبات شده بزرگ تو کشور برسیم. سال دوم سال سازگارسازیه. داده و بنچمارک محلی خب بالغ میشن، تامین کننده های داخلی روی لایه کاربرد رقابت میکنن با هم دیگه و راه حل‌های موفق بین استانها و صنایع و سازمانها تکرار میشن.
سال سوم سال انتخاب مزیت‌های صادراتیه. یعنی شما 3 سال که کار کنید به صادرات این حوزه میرسید. از دل تجربه واقعی باید 2-3 تا حوزه بیرون بیاد که تو اونا ترکیب منحصر به فردی از مسئله و استعداد و بازار رو ما تونستیم به وجود بیاریم. مثلا فناوری آموزشی یا سلامت کم هزینه یا مثلا نگهداری صنعتی یا کشاورزی اقلیم خشک. مثلا اونجاست که سرمایه عمیق و مالکیت فکری هم معنا پیدا میکنن. توی هر 3 سالم باید یه سری چیز پیوسته ادامه پیدا بکنه. مثلا برق و اتصال ما نباید به مشکلی بخوره، یادگیری ما نباید به مشکل بخوره، رقابت سالم، اعتماد، سنجش مستقل و بدون ساختارهای حاکمیتی و فشارهای بیرونی. و بازم صادق باشیم، نباید وعده قطعی همگرایی بدیم. هم سازمان همکاری اقتصادی و هم صندوق بین‌المللی پول هشدار میدن که زیرساخت و مهارت ضعیف میتونه شکاف و بزرگتر کنه. هدف 3 ساله چیه؟ ساختن احتمال موفقیته، نه اعلام پیروزی از قبل، نه اینکه از قبلش بگیم آقا ما 3 سال دیگه قراره بزرگترین مثلا قدرت هوش مصنوعی بشیم. حالا توی تمام این 3 سال یه چیز همه چی رو تعیین میکنه، اینکه چه چیزی رو اندازه میگیریم. اینم مهمه. هر چیزی که اندازه بگیریم رفتار سیستم رو شکل میده. اگه تعداد دوره و حساب و پایلوت و رونمایی و قیچی کردن عرض به حضور شما برای افتتاح و اینا رو بخوایم اندازه بگیریم، خب همونا زیاد میشن، نتیجه اتفاق خاص نمیفته. اما برای یه داشبورد ملی باید چند تا سوال سخت‌تر پرسید. اول اینکه چند درصد بنگاه‌ها هوش مصنوعی رو تو فرایند اصلی خودشون به کار گرفتن با تفکیک کوچیک و بزرگ. دوم، توی هر وظیفه زمان و کیفیت و هزینه و خطا نسبت به خط پایه چقدر عوض شده، نسبت به اون بیسلاینه چقدر تغییر کرده. اینا رو من مفصل تو ویدیوهای بعدی براتون توضیح خواهم داد. و سوم اینکه چه سهمی از پایلوت‌های عمومی بعد از ارزیابی مستقل و عادلانه مقیاس گرفتن، چند تا پروژه هم به موقع متوقف شدن. و چهارم اینکه هزینه هر نتیجه مفید چقدره. پنجم اینکه عملکرد مدل روی مثلا زبان ما، فرهنگ ما و داده های مرتبط با کشور ما در طول زمان چطوری بوده. ششم اینکه آدمای آموزش دیده واقعا وارد نقش جدید و درآمد بهتر شدن یا فقط اومدن توی این آکادمیای ما گواهی نامه گرفتن، یه سری سرتیفیکیت دریافت کردن. و در نهایت اینکه اگه رخدادی اتفاق افتاده، شکایتی بوده، چطوری مدیریت شده، چه ارزشی برای مردم ساخته شده، چه ارزش صادراتی ساخته شده. خب ما باید از آزمایش مرحله‌ای و گروه مقایسه و حسابرسی استفاده کنیم و دامنه عدم قطعیتمون رو هم در بیاریم. بنابراین یه داشبورد خوب برای یک تحول ملی صرفاً برای تبلیغ نیست، برای تصمیمات بزرگ کشوریه. مثل بودجه باید اجازه بدیم که منابع از پروژه های کم اثر به پروژه های پربازده منتقل بشن و شکست زود هنگام به جای پنهان کردنشون باید به یادگیری برای ما تبدیل بشه. خب تا اینجا ما یه چارچوب کامل و جهانی ساختیم. حالا وقتشه که این آینه رو بگیریم یکم بیشتر سمت خودمون و بریم سراغ ایران، البته با احتیاط. بیایید این چارچوب رو ایران بذاریم طبق پروفایل ایران توی شاخص جهانی نوآوری وایپو تو 2025.
رتبه کلی ایران 70 از 139 اقتصاده. بچه من اینا رو دارم بر اساس آمارا میگم، واقعا اطلاعات خیلی ویژه و خاصی ندارم، لذا اگر کسی هستش که آگاه نسبت به این مسئله بیاد کامنت بذاره به من بگه، تذکر بده، من حتما اصلاح میکنم. خب ما 70 از 139 اقتصاد اینجوری اعلام شده برام، اما تصویر زیر این عدد مهمتره. رتبه ورودی‌های نوآوری ما 109، ولی رتبه خروجی ها 46. فارغ التحصیلان علوم و مهندسی رتبه 8 دارن، در مقابل زیرساخت رتبه 98. پیچیدگی کسب و کار 107 و نهادهامون 138. از کنارم گذاشتن اینا من یه استنباط میکنم و تاکید میکنم که استنباط شخصی بنده است به عنوان یک فردی که تو این حوزه نظر خودش رو میخواد بگه و این نه جمله خود وایپوه نه چیزی که حالا نهادهای معتبر بخوان تاییدش کرده باشه. به عقیده بنده، تجربه بنده و استنباط بنده، مسئله اصلی ایران کمبود استعداد خام نیست. مشکل اصلی ما تبدیله. یعنی ما توان علمی و انسانی داریم، خیلی خوبم داریم. من یه روزی مفصل راجع به کشورهای مختلفی که توشون کار کردم از منظر خودم صحبت خواهم کرد. اما ما مشکلمون اینه سازوکار تبدیل اینا به محصول، به بهره‌وری، به یه شرکت ماندگار رو نداریم. تو این ضعیفیم. حالا هوش مصنوعی میتونه اینو حل کنه یا حتی بدترش کنه. اگه ابزار رو روی همون فرآیندهای مبهم و داده‌های پراکنده و غیر شفاف و اینا سوار کنیم، خب بی‌نظمی رو فقط سریع‌تر میکنیم. اما اگه از اونا برای استانداردسازی دانش و کوتاه کردن یادگیری و اتصال متخصص به مسائل واقعی کشور استفاده کنیم، اون وقت میتونه اهرم تبدیل باشه. پس نسخه ایران نباید صرفاً مدل بزرگتر باشه، باید به گلوگاه‌های نهادی و تجاری همونقدر جدی نگاه کنه که به استعداد فنی. این نقطه شروع واقع بینانه ما هستش. حالا بذارید همه این بحث رو برای ایران توی 5 تا حرکت مشخص جمع کنم و دیگه جمع‌بندی کنیم این ویدیو رو. اگه بخوام کل این ارائه رو برای ایران توی 5 تا حرکت خلاصه کنم ایناست. حرکت اول به نظر من باید یک اطلس ملی وظایف ایجاد بکنیم. نه فهرست فناوری ها. نمیدونم شاید هم داشته باشیم، من خبر ندارم. ولی خب در امریکا هست و شفاف هم تو اینترنت میشه پیدا کرد. توی سلامت، تو آموزش، تو صنعت، کشاورزی، خدمات عمومی باید وظایف پرهزینه و کم کیفیت رو پیدا کنیم. و بعد با داده ها اون سطحای اصلی رو پیدا کنیم و اونا رو توی تعدادی مأموریت تعریفشون کنیم. 5 تا مأموریت تعریف کنیم. حرکت دوم ما به نظر من دارایی مشترک فارسیه. باید بالاخره یه سری پلتفرم‌های مجازی ایجاد بشه و داده تخصصی ناشناس وجود داشته باشه. واژه‌نامه‌ها و بنچمارک‌های باز باید باشن. داده‌های واقعی باید در اختیار شرکت‌های خصوصی قرار بگیرن و با یک هیئت حاکمیت مستقل و البته حق روشن برای کسایی که صاحب داده ها هستن. حرکت سوم یه لایه دسترسی امن و چند مدلی برای دانشگاه ها و شرکت های کوچیک و استارتاپ ها و بخش عمومی باید بسازیم با کنترل هزینه و امکان جابجایی و تعویض تامین کننده ها. حرکت چهارم بایستی که آکادمی های شغلی هوش مصنوعی ایجاد کنیم. هر برنامه باید با کارفرما طراحی بشه. روی یک فرایند واقعی باید خروجی بده و اثرش در شغل باید سنجیده بشه. همین کاری که ما توی تنکس پروز در حد خودمون شروع کردیم در فرانسه، در عمان و در ایران هم داریم یه حرکتایی روش انجام میدیم.
و حرکت پنجم این که یک واحد مستقل ارزیابی و خرید باید داشته باشیم که معیارا رو منتشر کنه، کیفیت و امنیت رو در واقع آزمون کنه، بیازمایه، قرارداد رو به نتیجه گره بزنه و بودجه رو مرحله‌ای بیاد آزاد بکنه. و حالا یه نکته مهم، این 5 حرکت به معنای نادیده گرفتن محدودیت‌های مالی و زیرساختی نیست. دقیقاً برای کار کردن در دل محدودیت طراحی شدن و لازم نیست منتظر شرایط کامل بمونیم، ولی نباید کمبودامونم با نمایش دادن و ادعاهای تو خالی جایگزین کنیم. از حوزه‌هایی شروع کنیم که داده و متخصص و منفعت عمومی همزمان توشون وجود دارن. موفقیت رو بیایم باز و قابل حساب رسی کنیم و هر 6 ماه هم بیایم از خودمون صادقانه بپرسیم که کدوم حرکت واقعا ظرفیت تبدیل رو بالا برد. خب رسیدیم به جمع‌بندی ویدیو و اسلاید آخر. من دوباره بیام تصویرمو بذارم اینجا، بذارید همه چی رو توی چند تا جمله جمع کنم. هوش مصنوعی یه میونبر جادویی برای توسعه نیست، اما یه فناوری عمومیه که هزینه دسترسی به دانش و تحلیل و یادگیری رو پایین آورده و میتونه منحنی تجربه و یادگیری رو بسیار کوتاه کنه. همین مسئله دقیقاً داره فرصت جبران میسازه برای ما. در نقطه مقابل تمرکز سرمایه، شکاف مهارت و ضعف نهادها میتونه فاصله رو خیلی بیشتر کنه. پس کشور موفق اون نیست که بلندترین ادعاها رو داره یا جذابترین دموها رو داره نمایش میده. اونیه که 3 تا مسابقه رو از همدیگه به درستی تشخیص بده، در مرز علم انتخابی عمل بکنه، انتشار رو در سراسر اقتصادش جدی بگیره و ظرفیت نهادیش رو برای سنجش و خرید و اعتماد و مقیاس بسازه. برای ایران داده وایپو میگه که مواد اولیه انسانی و خروجی علمی خیلی قابل توجهن، اما تبدیلشون به یه ارزش ملی پایدار گیر داره. یعنی نقطه شروع داریم ولی مجوز آسودگی نداریم. و پرسش نهایی من اینه که، یا بهتر بگم پرسش نهایی من این نیست که آیا هوش مصنوعی دنیا رو عوض میکنه؟ این تغییر که شروع شده. پرسش اینه که ما توی 3 سال آینده، توی 5 سال آینده کدوم کار مفید رو میتونیم به طور قابل اندازه‌گیری و ملموس بهتر کنیم و کمک کنیم به کشورمون برای حل مسائلش. اگه پاسخ این سوال روشن باشه، مسئولش مشخص باشه، نتیجهش قابل سنجش باشه، اون وقت جبران از یک شعار توییتری و یوتیوبی و امثال اینا به یه برنامه واقعی تبدیل میشه. پنجره بازه، حالا نوبت ساختنه. ممنونم از اینکه وقت گذاشتید و مرسی که اگه تا اینجا با من همراه بودید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. امیدوارم که این ویدیو به درد همه عزیزانی که میخوان نسبت به این مسئله آگاهی داشته باشن خورده باشه. پیروز و سربلند باشید. دوستدار همتون هستم. خدا نگهدار.